آدم‌هایی رو دیدیم که از خودشون میزنن و همیشه در حال سرویس دادن به دیگرانن. یعنی تمام تایمشون برای اینه که من در خدمت دیگران باشم. ما بهش میگیم ایثارگری. یعنی در واقع شما تمام انرژی، فکر و زمانت رو در اختیار دیگران میذاری برای اینکه اونها به آرزوهاشون برسن. بسیاری از این افراد بعد از گذشت مدتی خودشون رو در موقعیت قربانی میبینن. یعنی یه روزی چشاشون رو باز میکنن و میبینن که من تمام عمرم رو گذاشتم برای دیگران و نهایتاً اتفاق خاصی برای خودم نیفتاده. یعنی همیشه من نقطه اهم بودم برای اینکه دیگران بتونن به در واقع خواسته هاشون برسن و موفقیت هایی رو کسب بکنن. و اینجاست که میبینه که خودش وسط این قصه قربانی شده.